منو میبخشین، من آواز بلدم بخونم، حرف بلد نیستم بزنم، به خصوص در یک چنین جمعی که برای اولین بار شرکت کردم. البته پریروز هم در واشنگتن بودم و دلم میخواست که با همه ایرانیان هم صدایی کنم. به نام ایران و ایرانی، دل من در گرو آبادی و آزادی و سربلندی ایران است. من به اینجا آمدم تا صدای دردآلود مادران داغ دیده و نگرانی باشم که جگر گوشه هایشان را به خاطر راهپیمایی آرام و اعتراض مسالمت آمیز به نتیجه انتخابات اخیر به سلابه کشیدند. به فجیع‌ترین شکل کتک زدند، در بند کشیدند، بردند، ناپدیدشان کردند و کشتند. من به اینجا آمدم تا صدای حقانیت روشنفکران، اهالی قلم، هنرمندان، اقلیت‌های جنسی و قومی و بومی و مذهبی و عقیدتی باشم که طی 3 دهه گذشته تنها به دلیل گونه‌ای دیگر اندیشیدن، به گونه‌ای دیگر سخن گفتن یا داشتن اندیشه و باور متفاوت به زندان افتادند، شکنجه دیدند، به قتل رسیدند، به اعتراف‌های نمایشی و نخنما وادار و نشانده شدند و یا چون خود من طی 2 دهه زندگی در آن سرزمین وادار به سکوتشان کردند. من به اینجا آمدم تا صدای حق طلبانه جنبش ملی و خودجوش هموطنانم در داخل ایران باشم و همبستگی و حمایت خود را از این جنبش که زنان و جوانان نماد بالنده آن هستند اعلام کنم. من به اینجا آمدم تا در مقابل نهاد با اعتبار سازمان ملل متحد صدای شکایت مردم ایران را به گوش جهانیان برسانم و از دبیر و کل آن بخواهم که هرچه سریعتر هیئتی را برای بررسی وضع کلیه دستگیر شدگان و مفقود شدگان وقایع اخیر و زندانیان سیاسی و عقیدتی و شکنجه شدگانی که سالهاست در زندانها به فراموشی سپرده شدند به ایران اعزام کنند. من به اینجا آمدم تا در زمانی که توجه مجامع بین المللی و کشورهای جهان به جنبش ملی مردم ایران و ستمی که بر آنان می رود جلب گردیده و چشم جهانیان به ما ایرانیان خارج از کشور دوخته شده تا خواسته و پیام آنان را به گوششان برسانیم، صدای آزادی خواهی هموطنانم باشم و بگویم که خواسته من مثل بسیاری از ایرانیان آزاده داخل و خارج از کشور برقراری دموکراسی، آزادی، عدالت و برابری در ایران بر اساس بیانیه جهانی حقوق بشر است. من به اینجا آمدم تا نشان دهم که اهل سازش با این رژیم خودکامه و غیر دموکراتیک نیستم. سخنران و سیاست پیشه هم نیستم، ولی همواره پشتیبان خواسته های برحق مردم کشورم بودم و خواهم بود و در این راه از تنها توانایی که دارم، یعنی هنر خواندن، برای رسانیدن پیامم استفاده کرده و می کنم. من آمدم بگویم آری، میدانم برای رسیدن به این هدفهای مقدس ملت ما راه درازی در پیش دارد، ولی چون با هر نوع اعمال خشونت، جنگ و خونریزی، کشتار،
اشغال و حضور بیگانه در کشورم مخالف هستم. از گام‌های مثبت هرچند کوچکی که چون این فراخوان پشتیبانی می‌کنم، با این امید که با تداوم این حرکت‌ها شاهد برقراری دموکراسی، آزادی بیان، آزادی قلم، آزادی اندیشه، آزادی انتخاب، آزادی مذهب و آزادی زنان در آن سرزمین اهورایی باشم. زنده باد ایران، برقرار باد پرچم سرنگ شیر خورشید نشان که قرنهاست هویت هر ایرانی آزاده به شمار می رود. با هم پشت ما کوه، نمی لرزیم، نمی افتیم، نمی بازیم.